سرخط مهمترین خبرها: بیش از 2000 داوطلب منصب در تاجیکستان نتوانستند صاحب کرسی شوند. زنان تاجیک از امبودسمن روس برای به وطن آوردن نزدیکان محبوسشان کمک خواستند و آمار ترسناک کشته شده ها در اعتراضهای ایران. روز بخیر بینندگان گرامی، برنامه نوید بامدادی را امروز 27 ینور از دوشنبه بارانی پیشنهاد شما میکنیم. امیدواریم خوبید و برای چند دقیقه دیگر همراهی ما خواهید ماند. بیش از 2000 داوطلب منصب‌های گوناگون در تاجیکستان با سبب به طلبات جوابگو نبودند و شرکت نکردند در سنجش یا دیکتند از آزمون نگذشتند. مقامات آژانسی خدمت دولتی میگوید در سال 2025 برای صاحب شدن به منصب‌های خالی بیش از 6000 خدمتچی دولتی حجت سپردند و از این تعداد 4102 نفر به وظیفه‌های گوناگون تعیین گردیدند. نصف از این منصبداران جوانانی تا 35 ساله بودند. رهبران این نهاد جزئیات طلبات به منصب‌های خالی را شرح ندادند. تنها تاکید نمودند که آزمون‌ها در دایره قانون شفاف گذشته است. ولی به پرسش خبرنگاران که چرا چنین آزمون‌ها طریق رسانه و شبکه‌های اجتماعی نشان داده نمی‌شود، پاسخی دقیق دادن نشد و اشاره به آن شد که به این ضرورت نیست. در تاجیکستان بیش از 18000 خدمتچی دولتی فعالیت دارد. شفافیت آزمون قبول آنها از موضوعهایی است که بارها مورد انتقاد جامعه قرار گرفته است. تاتیانا ماسکالکووا، امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسانی روسیه گفته است زنان زیادی از جمله از تاجیکستان به او مراجعت کرده برای استرداد نزدیکانشان از محبس‌های روسیه به وطن کمک خواستند. به گفته امبودسمن روس، موضوع فرستادن زندانیان برای ادامه ادای جزا به کشورهایشان در جلسه اخیر وزارت عدلیه این کشور هم مطرح شد. ماسکالکووا روز 26 ینور با نشر این خبر در تلگرام کانال خود گفته است این موضوع بسیار مهم است و اکثرا زنان از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان از او در این مورد کمک می‌پرسند. به تاکید او، به دلیل مشکل در ترجمه حجت‌ها، خوب ندانستن زبان روسی و رسانیدن مواد ضروری برای نزدیکان محبوس خود، آنها خیلی اذیت می‌کشند. امبودسمن ترتیب دور و درازی بررسی درخواست‌ها برای استرداد محبوسان و ناموافقتی قانونگذاری کشورها به سازشنامه‌های بین‌المللی را مشکلی اساسی در حل این مسئله خوانده است. مسئله انتقال محبوسان میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از موضوعهای داغ باقی میماند. بسیاری از مهاجران زندانی و نزدیکان آنها شکایت میکنند که بنابر دوری را و مشکلات مالی امکان دیدار با عزیزان خود را در محبس‌های روسیه ندارند. نگرانی‌ها در این باره پس از جلب محبوسان از زندان به جنگ اوکراین بیشتر شده است. قبلا گروهی از محبوسان تاجیک در زندان قزان روسیه به دادستانی کل تاجیکستان مراجعت کرده خواسته بودند که آنها را به وطن برند وگرنه به جنگ ضد اوکراین فرستاده می‌شوند. مردم ایران همانا از دسترسی به اینترنت محرومند و بنا به گزارش‌ها تعداد تظاهرگران کشته شده نظر به آنچه که پیشتر می‌گفتند بسیار زیاد است. بر اساس یکی از این گزارش‌ها شمار کشته شدگان احتمال از مرز 30000 نفر گذشته باشد. سازمان نت بلاکس روز 25 ینور خبر داد که از زمان قطع اینترنت در ایران 400 ساعت گذشت. سازمان‌های حقوق بشر میگویند سکوت رقمی مانع هماهنگی اعتراضگران شده دسترسی به اطلاع درست را دشوار کرده است. سازمان حامی حقوق هرانه که قرارگاهش در امریکاست، شمار تصدیق شده کشته شدگان را 5848 نفر اعلام کرد. همزمان مجله تایمز با تکیه به دو مقام بلندپایه تندرستی ایران گزارش داده است که شمار قربانیان میتواند از 30000 نفر بیشتر باشد. شورای امنیت ملی ایران شمار کشته شدگان را 3117 نفر اعلام کرده است، اما این رقم با آمار سازمان‌های بین المللی تفاوت زیاد دارد. مای ساتو، گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در ایران گفت احتمال دارد شمار غیر نظامیان کشته شده از 20000 نفر زیاد باشد. سازمان عفو بین الملل این کشتارها را بی‌سابقه خواند. قانون و قاعده‌های نو در روسیه نه فقط مهاجران بلکه فرزندان آنها را هم به مشکلی فراوان روبرو کرده است. ترتیب نوی قبول فرزندان مهاجران در مکتب‌های روسیه هزاران کودک از جمله تاجیکان را هم از تحصیل دور کرده، والدان آنها را در دو راه قرار داده است. مهاجران باید تصمیم بگیرند که از این کشور بروند یا بمانند. گزارش نستایش ایورمیا را در این باره مولا رجب یوسفی پیشنهاد می‌کند. اویله المیرا نیم سال باز از هم جدا در دو کشور زندگی دارند.
او با شوهر و فرزندان خردسالش در روسیه قرار دارد و 2 فرزند کلانه که 15 و 16 سال دارند در بیشکک تنها زندگی می‌کنند. اکثر وقت تو بیرون میپزیم. وقتی خوراک خوب خواستیم قرداق یا لغمان آماده میکنیم. همین خیلی 2 کاسه زندگی داریم. من در صنف 9 و برادرم در صنف 10 میخونیم. قبلا بچه‌ها یک جا با پدر و مادر در روسیه زندگی و تحصیل می‌کردند. سال گذشته آنها تصمیم گرفتند تحصیل را در قرقیزستان ادامه دهند. سبب بازگشت را می‌دهند. آنجا صف ملت‌گرایان زیاد شد. همسنفان ما را چورکا و چشم تنگ می‌نامند. از این رو خواهش تحصیل و زندگی در روسیه گم شد. می‌خواهیم در قرقیزستان خوانیم. با وجود آنکه نوردین و جونش الکی به زندگی مستقل عادت کردند، اما در چشمان آنها دیده می شود که پزمان مادر شدند. المیرا هم نمیتواند به اشک چشم درباره پسرانش صحبت کند. جدایی برای این عائله یک امتحان سخت شده است. گاهی میخواهم همه را پرتافته به قرقیزستان برگردم. باز خود را آرام میکنم و به کودکان هم میگویم که اگر خانه می داشتیم حالا یک جا بودیم. اینجا وقت در روزهای استراحت خوراکهای بولذت آماده میکنم و بچه های کلانی زنگ میزنند، من جواب نمیدهم چون فکر میکنم که آنها چی میخورده باشند. با گفته المیرا او تلاش کرد که در بیشکک کار کند و نزد فرزندان باشد، اما معاشی که آنجا میگرفت تنها برای اجاره پولی میرسید. برای به مکتب داخل کردن فرزندان خردسالش در روسیه المیرا را امتحان دیگری در پیش بود. اگر در قرقیزستان کار میکردند فرزندان کلانی مجبور بودند تحصیل را پردازند. در لحظه های دشوار وقتی پول اجاره را داده نمیتوانستیم، آنها میگفتند بیایید من دیگر نخونم، کار کنم و به شما یاری رسانم. ولی من نمیخواستم که آنها کودکی خود را قربانی کمک به عائله کنند. هرچند کودکان روسی را خوب میدانستند و حجت‌هایشان درست بود، در مسکو آنها را قبول نکردند. وقتی 1 سپتامبر کودکان به مکتب میرفتند، بچه‌های من از سریزه آنها را تماشا میکردند. آنها آشفته میشدند. میپرسیدند که چرا من به مکتب نمیروم، چرا نمیخوانم. لباسهای مکتبیشان را پوشیده میکشیدند. تنها در چهارک دوم توانستیم آنها را به مکتب بریم. سرنوشت‌های به این مانند حالا در روسیه زیاد است. در برخی از خانواده‌های مهاجران کودکان مجبورند در خانه مانند، مثل دختر 7 ساله آی جمال که به دلیل نگرفتن خالی ضروری از زبان و صنف 1 قبول نشد. اگر دخترم در قرقیزستان زندگی میکرد و نو به اینجا می آمد و امتحان را سپردن نمیتوانست، من این را میفهمیدم. ولی او 4 سال در اینجا به کودکستان رفته است. وقتی تمام کودکان ماه سپتامبر به مکتب رفتند، دل من ریش شد. با گفته والدان حتی در حالت‌هایی که کودکان مهاجر زبان روسی را بهتر از زبان مادری خود می‌دانند و آزاد گپ می‌زنند، با آنها بهای پست داده می‌شود، چون این حالت‌ها خیلی زیاد بوده است. وقتی پرسیدم که با چه سبب دخترم از امتحان نگذشت، به من گفتند دختری شما از 10 سوال به 9 تا 8 جواب داد، ولی برای اون که در 2 کلمه پسوندها را نادرست استفاده برد، ما بهایش را تا 8 خال فرآوردیم. بعد از این من شکایت بردم. به خدمات معارف عریضه نوشتم و خالی دخترم را باز هم پستر کردند. گفتند تمام، اکنون پس از 3 ماه از نو امتحان می‌سپارید. طبق قاعده‌های نو قبول کودکان مهاجر به مکتب‌های روسیه حالا تنها پس از سپاریدن امتحان زبان روسی امکان پذیر است. ترتیب نو صدها هزار کودک را از حق تحصیل محروم و از آغوش والدان دور کرد، در حالی که برخی از این کودکان مجبور شدند مستقلانه زندگی کنند و بر محل کلان شوند. برخی دیگر انتظار دریافت خبر خوش از مکتب ماه‌ها در کنج خانه چشم به راه می‌مانند. بیننده عزیز، اگر شما هم در مهاجرتید و در این موضوع گفتنی دارید به ما نویسید. برنامه را با خبرهای دیگر ادامه می‌دهیم. بارشات برف در چند روز اخیر در کشور سبب زیاد شدن صدمه‌های مرگبار شده است. در پی 2 صدمه نقلیاتی در یک روز 2 نفر جان باخته، 4 کس دیگر آسیب دیده است. در بیانیه رسمی وزارت کارهای داخلی از روز 26 انور آمده است که صبح روز 25 انور یک ساکن ناحیه بلجوان با سبب بارشات برف زیاد هنگام حرکت در همین ناحیه از عهده اداره ماشین برآمده و چقوری 70 متر سرازیر شده است. راننده به هلاکت رسیده، مسافران دیگر از جمله همسر و فرزند او در بیمارستانند.
ҳамин тавр рӯзи 25 январ ронандаи дигаре дар Кӯлоб дар садама ҷон бохтааст. мусофири ин мошин бо ҷароҳатҳои гуногун ба бемористон интиқол ёфтааст. дар ҳамин ҳол ҳавосанҷон рӯзҳои 27 то 29 январ хатари омадани тармаро дар кишвар пешгӯӣ мекунанд. ин хатар дар шоҳроҳи Душанбе-Чаноқ, минтақаҳои Тармафароӣ, Майхура ва зиддаи ноҳияи Варзоб, ноҳияҳои кӯҳӣ бештар будааст. ба ронандагон ҳушдор дода шудааст, ки бидуни зарурат ба минтақаҳои кӯҳӣ сафар накунанд. чун маъмул дар барнома бахши як рӯзи таърих бо муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ дар рӯзи 27 январро пешниҳоди шумо мекунем. солҳои 1933-34 дар тоҷикистони шӯравӣ аввалин луғати русиву тоҷикӣ аз чоп баромад, ки зери назари гурӯҳи донишмандони таҳти раҳбарии устоди сухан Садриддин Айнӣ чоп шудааст. ба ин луғат инчунин калимаҳое аз забони гуфтугӯӣ ҳам ворид шуда ба ҳайси асос луғати донишманди маъруфи рус Владимир Дал истифода шуд. такмил ва нашри луғат дар оянда ҳам идома кард ва дар солҳои шӯравӣ чандин луғати дигари дузабона аз ҷумла луғати истилоҳҳо ҳам чоп шуд, ки барои рушди забон ва ҳунари тарҷумонӣ саҳми калоне гузошт. 27 январи соли 2018 хадамоти назорати давлатии бойтории Тоҷикистон гуфт, маҳсулоти гӯшти аз роҳи ҳалол таҳия шуда бояд сертификат ё муҷаввизи сатҳи байналмилалиро дошта бошад. ин ниҳод гуфт, дар Тоҷикистон, ки аксар сокинонаш мусалмон мебошанд ва бозори истеъмолиаш аз маҳсулоти гӯштии воридотӣ вобаста аст, бояд маҳсулоти босифати гӯштиро истеъмол кунанд. талаботи мазкур ба маҳсулоте ки ғайр аз шеваи забҳи ҳалол таҳия мешавад рабт надорад. 27 январи соли 1940 нависандаи тоҷик Сорбон таваллуд шудааст, ки дар баробари офариниши симои қаҳрамони замонавӣ дар эҷодиёти худ рӯ ба таърих ҳам овардааст. қаҳрамонҳои асарҳои машҳури Ҷугиву Дашти Моронро бархе мунаққидон барои пессимизму бетафовутӣ интиқод мекарданд, вале дигарҳо Сорбонро чун нависандаи худрӯи боистеъдод дарёфтанд, ки бо силсилаи осор ва забону баёни вижааш фарқ мекунад. шабонарӯзи ахир дар бархе аз бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон арзиши $100 амрикоӣ бетағйир монда 928 то 930 сомонӣ муайян шудааст. 1000 рубли русӣ имрӯз ба 121 сомонӣ баробар аст. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. расидем ба охири барнома. сипос аз ҳамроҳӣ ва хабарҳои дигарро дар давоми рӯз дар сомонаи Радиои Озодӣ ва саҳфаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. хайр, то фардо.